وظیفه هر مسلمان هست که نسبت به حاکم مسلمان، نسبت به دولت مردان نصیحتی بکنه و ما به سردمداران تاجیکستان، به کسانی که میخوان با زور، با قوت، با پارازیت پخش کردن، با شبکه‌ها رو تعطیل کردن، با زندان کردن، با شکنجه کردن، میخوان صدای ملت‌ها رو خاموش بکنن. به اینها طبق اون وظیفه شرعی که داریم یکی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو گوشزد میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله لیملی للظالم، الله سبحانه و تعالی فرصت میده به ظالم. یک روز، دو روز، یک سال، دو سال. اگر شرابخوری کرد بهش فرصت میده، اگر به نوامیس ملت تجاوز کرد بهش فرصت میده، اگر حق مظلوم و مستضعف جامعه رو خورد بهش فرصت میده، شاید که برگرده. پس ای سردمداران تاجیکستان برگردید، به سوی ملتتون برگردید، خواسته های ملت رو در نظر بگیرید، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث میگه که حتی اذا اخذه لم یفلته، وقتی که الله سبحانه و تعالی بگیره ظالمین رو، در قبضه بلا کیف خود بگیره، در قبضه قهر و غضب خودش بگیره، دیگه فرار نمیتونید بکنید. دیگه این جنرال هایی که دارید، این افسرانی که دارید، این نیروهای امنیتی که دارید، همه این دم و دستگاه شما نمیتونه شما رو از قبضه الله سبحانه و تعالی نجات بده. پس بترسید از اون روزی که الله سبحانه و تعالی شما رو مورد قهر و غضب خودش قرار بده و دیگه نه ایران به دردتون میخوره، نه روحانی و احمدی نژاد و خامنه‌ای به دردتون میخوره، نه سفارت ایران به دردتون میخوره. همین تاجیکایی که تا دیروز، منظورم همه ملت تاجیکستان نیست، اونایی که فریب خورده بودن، چه در حزب نهضت چه در بقیه گروه ها که از ایران طرفداری میکردن، دم از ایران میزدن، در امروز در این مصیبت هایی که تاجیکستان گرفتارش هست، آیا ایران به داد ملت رسید؟ آیا شمایی که امروز آواره و دربدر در کشورهای مختلف میگردید، آیا ایران بهتون کمک کرد؟ دیروز که شما رو در موافقت نامه صلح مجبورتون کرد که به ذلت تن بدید، امروز اگه به دادتون رسید؟ نرسید. اینها دنبال نوکرهایی میگردن که هر موقعی که کارشون اجرا شد، مثل این دستمال کاغذی، هر موقعی که کارشون اجرا شد شما رو به دور میندازن. اگر که آمریکا و اروپا و کشورهای غربی که قذافی و فرزندانش میرفتن در هتل‌های 5 ستاره، در مهمانی‌های رئیس جمهورها و ملکه‌های اروپا خوشگذرانی می‌کردن، موقعی که گرفتار قهر و عذاب ملت لیبی شدن، هیچ کدوم از اینا به دادشون نرسیدن و به داد شما هم ایران نمیرسه، روسیه هم نمیرسه. اولین کسی که شما رو میفروشه همین پوتین و روحانی و خامنه‌ای خواهد بود. پس به سوی ملتتون برگردید که قوت حقیقی شما در بازوی ملت شماست. این جوانهای تاجیکی که امروز در خدمت بیگانه ها دارن کار میکنن، برای آبادانی کشورشون کار بکنن. به داد ملت برسید قبل از اینکه الله سبحانه و تعالی شما رو مورد قهر و غضبش قرار بده و بعد از اون کسی نمیتونه شما رو یاری بده. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تماس گرفتید با برنامه و از عزیزانی که در طول این یکی دو هفته با ما همدردی کردن، از تک تک برادران و خواهران تاجیک، کسایی که از طریق ایمیل، از طریق پیامگیر شبکه پیام فرستادن. ما برگشتیم الحمدلله. اگر این فرکانس رو ببندن و پارازیت پخش بکنن، با فرکانس جدید دوباره خواهیم آمد و صدای مظلومیت شما ملت‌های مظلوم رو به گوش جهانیان خواهیم رساند. در کنار شما خواهیم بود، ولو اینکه به قیمت جانمون تمام بشه. الله سبحانه و تعالی به من، به شما عزیزان، به همه بینندگان ما توفیق پیروی از اسلام واقعی، اسلام قرآنی و اسلام محمدی و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نصیب بکنه. تا فرصت بعد، الله یار نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت، بی قانون له فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت، بی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی. و شهر خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی. وطن داری ضعیف و ناتوانم، و زیر خنجری جلاد